درود بر همراهان پیج پیتش. ترشی انار و لبو. لبوها رو بپزید، انارا رو دون کنید. اناری که دون شده بذارید تو یک کم نمک اضافه کنید، بذارید تو یخچال بمونه. بعد از چند ساعت انارا رو با سرکه بذارید یه قلی بخوره. لبوهای پخته شده رو پوست بگیرید و خورد کنید. بعدم که خنک شدن همه رو با هم ترکیب کنید. در کنارش گلپرم که مصلح انار اضافه کنید. میتونید عسل اضافه کنید یا نبات اضافه کنید که تقریبا سرکه رو اصلاح کنه. زمانی که یه غذای سنگین و چرب خوردین میتونید از این ترشی استفاده کنید یا میتونید این ترشی همراه با آش رشته یا آش دوغ استفاده کنید. گلپر مصلح اناره چون خود انار سرده. البته انارهای ملس معتدلن. گلپر گرم و خشکه. خود گلپر هم برای تقویت حافظه، ریه، پوست، ضد نفخ. کسایی که سرما میخورن یا ریه‌هاشون عفونت میکنه یا سلفای مکرر دارن میتونن از گلپر استفاده کنن. البته کسایی که مزاج گرم دارن نمیتونن زیاد گلپر بخورن. میتونن اگر خواستن گلپر استفاده کنن با انار استفاده کنن یا با سمق عربی یا با سکنجبین یا با تخم خربزه یا با سرکه استفاده کنن. کسایی که مزاج گرمی دارن. لبو ریشه گیاه چغندره. به عنوان دارو و همچنین رنگ خوراکی استفاده میشه. لبو برای درمان افسردگی و آرام کننده ذهنه. آب لبو برای کبد چربم مفیده. برای کسایی که فشار بالایی دارن میتونن آب لبو بخورن. برای بالا بردن انرژی بدن، همچنین کاهش التهاب و برای کاهش قند خون، برای کلسترول و کمخونی هم عالیه. لبو حاوی نیتراته که فشار خون رو پایین میاره. لبو غنی شده از کلسیم و ویتامین B و آنتی اکسیدانه که برای کبد چرب مفیده. انار. اگر بخواید یه رژیم پاکسازی استفاده کنید، میتونید که هر شب به جای شام یک انار بخورید تا 2 هفته. این کار باعث پاکسازی و اصلاح مزاج و تصفیه خون میشه و تقویت کبد. تا 2 هفته میتونید هر شب به جای شام یه انار استفاده کنید. البته کسایی که یبوست دارن یا دچار یبوست میشن میتونن انار رو قورت بدن چون خود انار یبوست میاره. کسایی که مشکلات شدید ریه دارن در قدیم انار رو میذاشتن لای خاکستر. پخته انار برای کسایی که مشکلات شدید ریوی دارن. شما میتونید بذارین لای فول و بذارین لای خاکستر. انار جلوگیری میکنه از غلبه سودا. حالا پوست انار رو بشورید، خشک کنید. در درمان عفونت‌های زنانه میتونید استفاده کنید. بهترین انار ملسه. این انار رو با گلپر مصرف کنید که تقویت کننده و پاک کننده معده است. خوردن انار و گلپر به صورت ناشتا معده رو پاکسازی میکنه. درمان فراموشی و چربی و ضعف و سموم بدنه.